خوندیم. چهارم دوستیم اول دوستیم و خوندیم دامه اکسپایشن. حالا میخوانیم مالنتری فنکشن یا ریاضی و مثلثات. فنکشن های ریاضی و مثلثات. حالا خب میبینیم ما این نتایج خوندیم مکمل. مالنتریک فنکشن ظاهر دوباره ما میگیریم انتخاب کرده و یک رنگ برش تعیین میکنیم. یک رنگ برش میکنیم تعیین. بعد drag and drop में drag and drop drag and drop رو هم شد. مثلا در داخل ABS با چی استفاده میشه؟ برای نشان دادن علامه یک عدد. مثلا ABS مثلا منفی 90 اگر منفی کشید عدد منفی 90. حالا ما منفی 90 داشته کردیم. مثلا ABS منفی 90 یعنی چی میشه 90. 90 اگر داشته کنیم ما 90 آمید یعنی قیمت اصلی اگر آمید ABS مثلا منفی 100 اما منفی رو چی میکنم؟ 100 تنها میکنم. مثلا 100 به خاطر نشان دادن یک علامه یک عدد. به خاطر نشان دادن علامه یک عدد. اگر یک بود عدد مثبت است. اگر یک بود عدد چی؟ مثبت. مثلا اگر منفی یک بود عدد منفی. مثلا منفی 100. حالا باید منفی یک بود چی؟ عدد منفی است. مثلا 100 به خاطر جمع کردن. مثلا 100 در بعد هست سیمپل فنکشن ما خواهیم مثلا لوگاریتم یک عدد با قاعده چند که باشه لوگاریتم. مثلا لوگاریتم 55 با قاعده 5 چند میشه؟ بهتر بگید 2 اشاره چند میشه. و یا لوگ 10 به خاطر نمایش پیدا کردن یا گرفتن لوگاریتم یک عدد با قاعده 10. مثلا لوگ 10 مثلا 120 با قاعده 10 چند میشه؟ 120 با قاعده 10 چند میشه؟ 2 اشاره 7 9 1 8. یا به خاطر دیگر ساین مثلث ساین یک درجه مثلث عدد مثلثاتی یا درجه مثلثاتی 45 ساین 45 صفر اشاره چند. یا کوساین یک عدد کوساین یک درجه مثلثاتی یا یک عدد مثلا 90 منفی صفر یا منفی 1. این ساین به خاطر کوسیکن یا مثلا این ساین آرک ساین یعنی معکوس یک ساین منفی پای بردید تو پای بردید یعنی در ساحه منفی پای بردید لا پای بردو میکشه. مثلا 90 چند میشه؟ غلط. این آرک ساین 90 45 این هم غلط. یعنی باید منفی باید بارید منفی غلط. یا این کوساین مثلا این کوساین 90 یک عددی که این کوساین داشته باشه از استفاده میشه. یا این تانژانت مثلا این اگر ریاضی بفهمیم تانژانتی داره یا اشار چند میشه؟ 55 نمیشه. یا تانژانت یک عدد مثلا تانژانت این تانژانت معکوس چند بود؟ یک اشاره 9 خود تانژانتش این منفی یک اشاره 9 کامباین به خاطر اولیه کامباین کامباین کامباینش رو فالگیر نمارم وایتیمز. مثلا از ترکیبی 360 و 400 چارمی باشه. از ترکیب 360 چی موجود ده؟ یعنی خبر اول چی بشه؟ از ترکیب 360 و 4 موجود ده. ترکیب و کامباین اگر خال نباشه بید مثلا دیگه به خاطر شما درجه مثلثاتی یعنی رادیان رو باید تعمین میکنه به درجه 90 زاویه 90 درجه چند است؟ زاویه 90 درجه درجهش چند است؟ از آن رادیان
5156 اینا رادیال رو میخوای بگم مثل رادیال یک زاویه 90 رادیال یک زاویه 1.5 هست فکتوریال به خاطر از گرفتن اعداد ضرب اعداد مسلسل فکتوریال شما میکنید فکتوریال ضرب اعداد مسلسل فکتوریال اگر مثلا از 5 چند بشه فکتوریال 5 فکتوریال چند بشه 120 یعنی 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 چند بشه 120 دبل فکتوریال مثلا دبل فکتوریال یا فکتوریال دبل دبل فکتوریال چند بشه یعنی از چند 4 2 صرف نظر شده 35 ضرب کنه 34 یعنی دبل دو چند این چه رقم که مثلا اعداد تاقش اگر مثلا 1 3 5 2 4 چه میگنه هیلایش میکنه بس یا بگیریم 4 چندش 8 یک سری ها میگنه 2 4 الان جفت یا تاق بعد پرودکت دو حاصل ضرب بعد جمعش حاصل ضرب داره جمع میکنه هم پرودکت دو حاصل ضرب و جمع بس و به خاطر این یک تعریف نمیاد داریم یک صاحه مثلا 25 24 25 24 و اینجا هم 34 34 35 36 یک ساحه این دو ساحه ساختیم و این میخوای واقعی در بیدار جمع کنیم مثلا هم پرودکت این ساحه اول میتونید چندین ساحه انتخاب کنید موجود از دو ساحه ساحه دومیتر 3405 میشه مثلا این یا رو جمع میکنیم جمع و مساوی این رو ضرب میزنیم میخوانه ضربی میخوانه 13000 در اصل اینا رو باید با ضرب بزنیم مساوی میخوانه ضربی میخوانه کامل میخوانه کامل میخوانه پرودکت ایسا هست و دیگه داریم پرودکت ضرب بودی مساوی پرودکت ضرب کردن اسپانش و ایسا هست ضرب بودی میشه این رقم ضربش میشه و پاور هم خوانده بیم بنای دوما پاور دوما عدد چند 12 بنابرای 12 بیشتر اعداد علمی این رقم 12 بنابرای 3 این رقم رد دولت زاید بردن اشاری مثلا 25 45 اشاره 4 24 25 اشاره 26 78 یک عدد اشاری به خاطر از زاید بردن اشارزی از 3-4 طریق استفاده میشه راود در پروفیکت اول از راود باید بره خانه اشاری شد بدون از اینکه بالای عدد تغییرات ده مثلا راود ببین اینه کامل صفر اگر بسی عدد یک تغییر داره عدد در حالت خودش 2425 ببین چند خود اشاری شما کامل چه کنید پس کنید یعنی تنها خود نمایی کنید راود هم مثلا این بالا عدد تغییرات داره راود ببین این چیز با بارش صفر انجام بگید عدد چی میشه 2426 یعنی یک امرش جمع میکنه یک امرش جمع و فکر خاطر از یاد بردن اشاری هم استفاده میشه از این چند خود اشاری میشه یک یا هیچ 2425 اشاره چند 5 این ترک و راودل با هم یک عوامل فکر مکمل جمعه درسته فکر این فکر 2425 اشاره چند 57
تکسش با راوند اپ یک کار، روی با راوند داون یک کار. این با هم یک کار. چرا؟ به خاطر از بین بردن خانه های اضافی خالی رهبر. دید؟ اینجا باید اضافی سپیس برش بیده. به خاطر از بین بردن از این پرایوت کنید. انتر اضافیش چی میکنه؟ از بین میبره. سپیس ها اضافیش از بین. یا بخوای حرف بر رومال تبدیل کنی بسایی رومال، یعنی رومال عدد رومی کدام نبرم یعنی بهتر فارمش کلاسیک یا سیمپلیفاید ورک آبجکت یا بخوای سیمپلیفاید استفاده کنی. چی جور شد؟ این CD XXS یه عدد چی؟ رومی از کدام عدد 25 از 24 25 یه عدد چی شد؟ روبیش عدد فارمش رو بخواهیم فارمش کلاسیک بخواهیم مانو یا جای فارمش صفر قرار بید. اوکی فایل چی؟ عدد روبی یا با اعداد بوتالی بسازید بات تکس کلال نمبر عدد نمبر با اعداد بوتالی دیدید؟ بوتالی یک قسمه چیزی بشه یه عدد و بر 425 به یک قسمه چیزی یا بخوای عدد جفت رو به تاق تبدیل کنی این عدد تاق به جفت 425 چی بگیریم؟ 426 جفت یا بخوای بری تاق کنی خود 426 رو بخوای تاق کنی 427 بری کم نکن زیاد و خاطر دارم کوسیکن خاطر کوسیکن CSC کوسیکن کلام آمد 90 نازداری 90 همش کنگشان 11 GCD بزرگترین قاسم مشترک بزرگترین قاسم مشترک خاطری GCD این نمبرها رو اضافه میکنی از یک ساحه انتقال مثلا به این ساحه میخوایم انتقال کنیم یک ساحه سربرگم این چی هست؟ یک یعنی هیچ کدام در هیچ جای با هم دیگه اکسان قاسم نست یا بزرگترین عامل ضربی مشترک بزرگترین عامل ضربی LCM این حالا یعنی در چند حالا اینا با هم یک جا میشن 297 رو اینا بزرگترین عامل ضربی دیگه چند کوچکتر شد مثلا لن LN قرار نمید LN هم یک چی بود؟ نمیل عبارت بود بنابراین LN عبودی باقی مانده مثلا عبودی مثلا 80 تقسیم 7 باقی مانده چند میشه؟ 3 باقی مانده چند میشه؟ 3 این بود فنکشن های چی؟ ریاضیات تمام اینا را کار کرده خواهد کنه از اینا شما چیزی فامیده بکنید